درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 29. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب سیوم، بابی سیوم. در این لحظه ها آدمان خدا ترس کمتر زیر تأثیر ترس و هراس قرار می گیرند. آماتیم ها با سرودنی پیان، با چهره های شادمان، با نگاهی به همدیگر دوخته‌شان به پیش قدم می زدند. آنها اشخاصی را که در پهلو و در عقیبشان می ایستادند نام بردند. اکثراً به آنها با چنین سخنان مراجعت می کردند: به پیش دوستان، به پیش دلاوران، و همدیگر را به هجوم دشمن دعوت می نمودند. سربازانی که از قفای آنها حرکت داشتند این سخنان را شنیده در نوبت خود دیگران را که در صفهای پیشتر می رفتند روح بلند ساخته آنها را دعوت می نمودند که جنگاورانی باقی مانده را دلیرانه به مقابل دشمن تحریک سازند. سپاه کروش را روحیه دلاوری، شرفمندی، قوتخواهی، شجاعت، صفای روح، خیراندیشی و انتظام فرا گرفته بود که به اندیشه من از همه بیشتر دشمن را به ترس و هراس می آوردند. آشوریان باشند با نزدیک شوی لشکری پارس ها چنین عمل نمودند. آنهایی که در قطار پیش بودند و با فایتون ها به جنگ می رفتند با فایتون های خود سوار شده به قرارگاه لشکرشان برمی گشتند و کمانوران و نیزه پرتایان ها باشند تیرهایشان را خیلی پیشتر از آن پرتافتند که می توانستند به دشمن ضربه زنند. وقتی که این همه تیرها فقط تا به زیر پایهای پارس‌های پیشرو رسیدند کروش ندا برآورد: ای مردان شجاع، بگذار هر کس قدم خود را تیز آند و در عمل نشان دهد که او کیست و به دیگران الهام بخشد. جنگاوران این دعوت را به دیگران رساندند. با غیرت حربی و خشم و غضبشان سربازان سعی و کوشش می نمودند که هرچی زودتر به جنگ همراه شوند. سربازانی علاهیده باشند
با قدم زنی تیز به هجوم گذشته تمام جنگاوران پیاده‌گرد به دنباله آنها دویده پیش می رفتند. خود کروش نیز ناعیان از قدم زنی به دویدن درآمد. سپاه را به پیش برده فریاد زد: در قفای من کیست؟ دلیل حقیقی کیست؟ به دشمن اول کی ضربه می زند؟ جنگاورانی که این نداها را شنیدند آنها را تکرار می کردند و فریاد دعوت از تمام صفها گذشت: در پس من کیست؟ دلیل حقیقی کیست؟ با چنین جوش و خروش حربی پارس‌ها به نبرد وارد گردیدند. دشمنان تاب آورده نتوانسته رو به گریز آوردند و به جانب استحکام‌هایشان شتافتند. پارس‌ها آنها را تا دروازه قلعه‌شان تعقیب نموده بسیاری از سربازان دشمن را که در آنجا جمع آمده بودند به قتل رسانیدند. بسیاری از آنها به خندق‌ها افتادند و پارس‌ها به پایان جهیده مردان و اسبان را بی ترتیبانه می کشتند. بعضی جنگاوران عرابه سوار نیز با گرزی بی سر و سامانه به خندق افتادند. سربازان سواره مادی همه این را مشاهده نموده به هجوم ضد سربازان سواره دشمن شتافتند و آنگاه به تعقیب و سرکوب نمودن سربازان سواره، سربازان دیگر و اسبان دشمن شروع نمودند. آشوریان که در بالای تپه داخلی استحکام‌هایشان ایستاده بودند دیگر اندیشه نمی کردند که به سوی پارس‌ها که کشتار عظیم انجام داده بودند از کمان تیر پرانند یا نیزه پرتابند. در زیر تأثیر منظره مدهشی پیش نظرشان این کار را کردن نمی توانستند. پی بردند که چندی از پارس‌ها الاکی به سوی دروازه قلعه آنها رسیدند، زود به قفا برگشتند و از بالای خود تپه هم رو به گریز نهادند. زنان آشوریان و هم پیمانان آنها چون گریختن جنگاورانشان را مشاهده کردند در خود اردوگاه داد و فریاد برداشتند و آنهایی که در آغوششان کودک‌ها داشتند و هم آنهایی که خردسال‌تر بودند خودشان را از ترس و هراس به هر طرف می زدند. آنها سر و لباسهایشان را پاره پاره کرده رویشان را تا خونشار شدنشان خراشیده از هر کسی که در راه به آنها روبرو می شد التجا می کردند که آنها را تنها نگذارند و نگریزند بلکه فرزندان، زنان و خودشان را محافظت کنند. در این حال خود شاهان نیز با جنگاوران با اعتماد ترینشان که در درآمدگاه استحکام‌ها ایستاده به قله تپه می برآمدند به جنگ در آمده دیگران را نیز به باز پس گردانیدن هجوم دشمن دعوت می کردند. کروش از حادثه واقف گردیده از خوف آنکه پارس‌ها هرچند به استحکام‌های دشمن زده در آمده باشند هم اما به سبب کم بودن شماره‌شان از قوه‌های برتری داشته دشمن آسیب نبینند فرمان داد که عقب نشینی نموده مرز جبهه جنگ را با توجه به جانب دشمن نگاه دارند تا که از ابزار جنگی پرتاب شونده خودشان را ایمن نگاه دارند. در اینجا هر کس به انتظام حربی حماتیم‌ها با آسانی باوری حاصل کرده می توانست. آنها فرمان کروش را زود به جا آورده با همان زودی آن را به دیگران نیز رساندند. همین که آنها
از دایره دسترسی ابزار جنگی پرتاب شونده دشمن بیرون برآمدند، با ترتیبی مکمل صف آراستند که در آن هر کدامشان جای خود را در مقایسه با اعضای دسته عمومی سرایندگان خیلی بهتر می‌دانستند. کتابی چهارم، بابی یکم. چند مدت کوروش با لشکرش در اینجا ماند و به این وسیله به دشمن امکان خبریابی داد که سپاهش به جنگ آماده است. اما پس از آن که کسی از استحکامها بیرون نبرآمد، لشکر را چنان که باوری داشت به مسافه ضروری دورتر برده در آنجا مکان اردوگاهش را مقرر نمود. از پی آن دیدبانگاه های پاسبانان را تأسیس داد، جاسوسانش را به پیش فرستاد و سپس جنگاورانش را به نزد خود دعوت کرد. او در مابین حلقه جنگاوران ایستاده چنین گفت: سربازان فارس، من باید پیش از همه مدح و ستایش بزرگترین را به نام خدایان به قدری که امکان دارم بجا آورم. باوری دارم که همه شما نیز برای اجرای این کار آماده اید. آخر خوشبختی ما هم پیروزی به دست آوردن و هم زنده ماندن است. برای همه این ما باید به خدایان با هر راهی که توانیم سپاسگزار باشیم. من همه شما را نیز مدح و ستایش می کنم، زیرا شما کارنمایی های بزرگ را به انجام رسانیده اید. کارنمایی هر یک سرباز را باشد. از فرماندهانشان فهمیده کوشش می کنم که همه را با تعریف و مکافات پولی سرفراز نمایم. اما درباره کارنامه‌های یاوری نزدیکترین من، تکسیرخ خریسند، لازم نیست که از دیگران پرسجو نمایم. خودم می‌دانم که او در جنگ چگونه رفتار نموده است. در همه جنبه‌های دیگری فعالیتش نیز او چنان رفتار می‌کند که باوری دارم همه شما نیز باید همان گونه عمل می‌نمودید. اما هنگامی که من به او فرمان عقب نشینی را دادم و در این حال نامش را به زبان آوردم، وی که الکی شمشیرش را بالای سر دشمن برداشته بود، فوراً اطاعت کرده از نیت خود برگشت و به اجرای فرمان شتافت. خود او به عقب نشینی شروع نموده از دیگران با غیرت زیاد طلب می کرد که آنها نیز همین طور رفتار کنند. او این کار را تا دمی ادامه داد که گروه جنگیش را از مسافه دسترسی تیرهای دشمن بیرون برآورد. دشمنان حتی پی برده نمی توانستند که ما چطور عقب نشینی می کنیم و حتی برای زیر کشی کمانها و پرتاب نیزه هایشان فرصت نیافتند. همین طور به شرافت انتظام نظامیش او خودش نیز بی ضرر باقی مانده توانست که آدمانش را هم نجات دهد. می بینم که در میان شما مجروحانی هستند. کمی بعد اشاره کرد کوروش
دقیق می کنم که آنها کی جراحت برداشتند و بعد درباره آن قضاوت خواهم کرد. خریسنت را باشد برای کارنمایی های دلاورانه و ذکاوت او، برای مهارت هم فرمان فرمایی و هم فرمان برداریش به امرهای فرمان دهندگان الکی با عنوانی خیلیارخ سرفراز نمودم و اگر خداوند به ما فیض و برکتی باز هم بیشتر عطا نماید، در آن وقت هم او را فراموش نخواهم کرد. من میخواهم علاوه کرد در عین زمان کروش که شما همه آنچه را که در این جنگ دیده اید همیشه در یاد خود نگاه خواهید داشت. این به شما کمک میرساند که همیشه درسی عبرت گرفته باشید که شرط حل کننده در راه نجات حیات شما چیست، یا اگر مهارت حربی داشته باشید یا از میدان جنگ می گریزید و دانسته می گیرید که کدامی شما از خطر زودتر خلاص می شود، کسی که با خوشنودی به جنگ می شتابد یا کسی که از اشتراک در جنگ سرکشی می کند. همیشه در خاطر نگاه دارید که پیروزی چگونه شادی و سرور می آورد. درباره همه این شما تصورات درست را در برابر همه چیزهای دیگر، اینچنین با در نظر داشتی تجربه رویدادهای آخرین پیدا کرده می توانید. همه این کارنمایی ها را به خاطر آورده شما به جنگاوران دلاور مبدل می شوید. حالا باشد شما همچون جنگاورانی جسور و با تجربه که به فیض و برکت خدایان میسر گشته اید به خوراک شام می روید، به نام خدایان میریزی نمایید و پیان را بسرایید. اما در برابر این اجرای سپارش هایی به شما داده شده را فراموش نکنید. چنین گفت کروش و به اسبش سوار شده به جانب کیاکسر راه گرفت. در آنجا طبیعی است که او با کیاکسر برای پیروزی شادمانی می کردند. با کار و بار آنجا شناسایی پیدا نموده از کیاکسر پرسید که آیا او به چیز نیاز دارد و بعد به قرارگاه لشکرش برگشت. همه جنگاوران کروش خوراک شام خورده چون عادت دیدبانگاه های پاسبان ها را گذاشته به استراحت رفتند. اما آشوریان باشند بعدی به قتل رسیدن پیشوای آنها و همراه او جنگاوران بهترین زیاد در حال روح افتادگی قرار داشتند. شماره زیاد آنها حتی آن شب فرار نموده اردوگاه را ترک کرده بودند. این حادثه را کریز و دیگر شریکان آشوریان مشاهده نموده خیلی افسرده و مایوس گشتند. همه چیز برایشان تباه بود، اما از همه بیشتر آنها را وضع غمناک می کرد که راهبریت سپاهشان در قبول قرارها ناتوانی ظاهر کرده بود. از این رو هم پیمانان آشوریان شبانه از اردوگاه برآمده رفتند. شما گفتار 29 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.